طالبان 3 تن را در پنجشیر بازداشت کردند. سلام، وقت بخیر. منابع محلی در پنجشیر از بازداشت 3 تن توسط طالبان در این ولایت خبر می دهند. منابع چهارشنبه شب 26 جدی با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان این افراد را 4 روز پیش در روستای ولسوالی شتل بازداشت و زندانی کردند. افراد بازداشت شده شیرآقا، عبدالله شاه و صوفی شاه نام دارند. به گفته منابع طالبان 7 باشنده دیگر این روستا را نیز بازداشت کرده بودند که بعدا آزاد شدند. طالبان محلی در پنجشیر تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. بیشتر منابع از بازداشت چندین باشنده ولسوالی رخی این ولایت نیز خبر داده بودند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر از این افراد به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند. منابع محلی اما طالبان را به باجگیری متهم کرده و می افزایند که این گروه در بدل رهایی افراد بازداشت شده اسلحه یا پول بدیل آن را درخواست می کنند.